خب موضوعی که میخوایم با هم روش تعمق بکنیم چی هست؟ میخواید یکم بلندتر با هم بخونیم؟ آیا پیرو مسیح عیسی خداوند هستی؟ انگلیسیشون رو میخواد بخونیم؟ الایجا. Are you a follower of Jesus Christ? Are you? Yes. Amen to that. میخوایم با این آیه شروع کنیم و بریم یه مقدار ببینیم که آیا واقعا ما پیرو عیسی مسیح هستیم. چون وقتی که مسئله خدا پیش میاد معمولا انسان میگه البته انسان‌ها که میگم در خاورمیانه ها، چون شما به کانادایی بگید آیا مسیح هستی، اون تو درسامون اشاره کردیم، درس نه بخش تبادل افکاری داشتیم، کانادایی رو کلاس بهت میگه که آره یا نه، یعنی تعارف نداره و خدا رو شکر برای صداقتی داره. وقتی تو خاورمیانه میایم آسیا رو کنار میدیم چون اصلا به خدا اعتقاد ندارن، ما بت‌های خودشون دارن، هندو رو دارن، نمیدونم بودا رو دارن و بقیه چیزایی که درصد میپسندن و اختراع کردن. اما کسانی که حالا مسلمان، یهود، بهایی، مسیحی، وقتی که از هر کدوم سوال میکنی که آیا خداوند رو ایمان داری، بدون استثناء میشه با جرأت گفت 95% خواهند گفت بله. حالا خداهامون یکی راهامون فرق میکنه، درست میگم؟ مثلا این فلسفه در ما ایرانی‌ها هست، منتها عرب و افغان‌ها خیلی راحت میگن نخیر، بودا که با بگو تو زبونا خدای ما اینه، بخوای نخوای پاته و باید بپذیری. ما ایرانی‌ها یه مقدار اهل بازی هستیم، اهل شوخی کردن هستیم. حالا خدامون یکی راهمون فرق میکنه، تو از اون راه به تهران میری، منم از این راه به تهران میرم، یا از اون راه به آبادان میرسی، یا بالعکس توی دریای فارس اونجا غرق میشی و کوسه‌هایی که اونجا هستن آماده هستن برای تشکر کردن. پس واقعا وقتی از ما سوال کنم آیا به خدا ایمان داری؟ آیا خدا رو در واقع مسئله پیروی کردن هست. قبول کردن که خب من میتونم روزی من آقا بهزاد رو خیلی قبولش دارم، ولی آیا از دستور کارشون، از نوع زندگیشون، راه و روششون، اندیشهشون باخبر هستن؟ ما میخوایم این مقدار این مسائل امروز فکر بکنیم. نگاه بکنیم به لوقا فصل 11 آیه 23. مسیح خیلی واضح میگه، حالا نمیدونم آدولف هیتلر کلام رو خونده بود که اون جمله معروف رو گفت یا نمیدونم از کجا، چون میدونیم آدولف هیتلر گفتش که یا با من هستید یا بر ضد من و شروع شد جنگ جهانی دوم. لوقا 11:23 دقیقاً جمله مسیح هست. عیسی خداوند میگه کسی که با من نیست برخلاف من است و آن که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. کسی که با من نیست برخلاف من است. خیلی یه مقدار باید روی این تعمق بکنیم و یه مقدار ببینیم که عیسی مسیح چرا؟ چون ما همیشه انتظار داریم وای مسیح نازه قربونش برم، چرا پر از عشق و رحمت. ما همش دنبال این زیبایی‌های خیالی هستیم، هیچ موقع به دنبال واقعیت زیبایی نیستیم. خیلی اینا با هم فرق می‌کنن. یک زیبایی ظاهر هست و یک زیبایی عمیق هستش. ما با این سیاه‌پوستا زندگی کردیم، همیشه با سیاه‌پوستای خوبی دارن برخلاف دیگر ملت‌ها، اینا وسط ندارن. اینا یا خوبه یا بده. و وقتی با ایمانداراشون در ایامی که آمده من کانادا یک خونه رو اجاره کرده بودم، که حتی خونه نه یه اتاق اجاره کرده بودم، واقعا وقتی که اینها رو می‌دیدم اگر ایماندار نبودم میگفتم والا با گوریل و میمون هیچ فرقی نمی‌کنه. بعد ما به ایرانی‌ها می‌بینیم دیگه، ما ایرانی هستیم راحت. هر کسی که به حساب پسند نکنیم از دید ما جذابیت و خوشگلی از ما ایرانی فرق می‌کنه ما. ولی وقتی که اون صحبت کردن هاشون، اون اندیشه مسیحیایشون، نوع زندگیشون، وقتی که سر سفره میشستن، سر میزشون میشستن، سفره که مال ماست، دعا میکردن با تمام وجود، وقتی که خداوند رو پرستش میکردن، مثلا انگار میگه زیباترین افرادی که من در طول مسیر زندگی دیده بودم. آقاشون زیاد همچون مثل خوشتیب نبود، خیلی بدتر بود، خانمش قشنگ بود.
ولی واقعا اصلا زیبایی به مفهوم کلمه رو در این خانواده می‌دیدیم، در بچه‌ها می‌دیدیم که این بچه‌ها چقدر در روح اطاعت پدر مادر هستن، چقدر در روح خواندن کلام و تعمق رو کلام هستن و عجیب یک زیبایی خاصی داشتن که بعضی وقتا آدم نمیتونه زیبایی رو توصیف بکنه و اون در درون هست. ما میتونیم پودر و روغن و رنگ و همه چیزا رو خودمون بریزیم و آرایش بدیم، ولی یک باران که بر ما بریزه بدون شک فراموش کنیم به خیابون، اون موقع اون چهره اصلی ما دیده خواهد شد. و بعضی وقتا فقط اون باران نیست که اون پودر و روغن رو از ما میشوره، بلکه اون پودر و روغن‌های روحانی رو که ما برای خودمون درست کردیم از ما باران خدا، به قول شهید اسقف هایکروسیپیان میگه باران آخر رو بر ما بریز. اون باران وقتی از آسمان بریزه اون حقیقت ما رو نشون میده. دیدید آدم‌هایی که معمولاً حالشون خوبه و وضعیتشون خوبه چقدر متین هستن، چقدر متمدنانه صحبت میکنن، چقدر گندگویی میکنن، آدم میگه به. ولی یه مقدار که یه قلوب شراب بیشتر بهشون بدی با درجه 19% الکل، اون واقعیتش از زبانشون میاد بیرون و میبینیم که نه اونطور که فکر میکردیم همچین متدینم نیستن. پس ما در زندگی هم یک مسئله دیگر حتما تجربه کردیم. یک گروه از افراد هستن که وقتی که یک درگیری پیش میاد، یک موقعیت خطیر پیش میاد، اونها خودشون رو کنار میکشن. چند نفر از این دوستان دارید؟ خوش به سعادت بقیه مثل بقیه دوستان واقعی بودم. من که والا من هم توی یک مسئله رو پیدا میگم همین میدونم قیبی شده، نمیدونم شاهین جان پرواز کرده، اوقا کجایی تو لونش. فقط در طول این 35 سال زندگی در کانادا من به جرئت میتونم بگم 3 خانواده واقعی به مفهوم کلمه به عنوان دوست میتونم اونها رو نام ببرم. بعضی هم هستن که میان حد وسط رو میگیرن. آقا بذار شما درست میگید، علاج شما درست میگید. کی اشتباه میکنه؟ خب اینم یه فلسفه خودشو داره. پس بعضی هم هستن که حد وسط رو میگیرن و یک گروه دیگه هم هستن که واقعا اصلا براشون مهم نیست، هیچ موقع خودشون رو وارد درگیری دوستشون که به اصطلاح دوست هستن نمیکنن. و وقتی که میایم از عیسی مسیح میپرسیم این 3 گروه رو به نظر چیه، میگه همشون اشتباه هستن. همشون اشتباه هستن. وقتی ما از صحبت از درگیری معنوی بین پادشاهی عیسی مسیح خداوند میکنیم و وقتی که از پادشاهی اهریمن یا به عبارت شیطان داریم صحبت میکنیم، میبینیم که جای طرفداری نیست. در واقع ما باید بین این دوتا، یعنی پادشاهی خداوند و پادشاهی شیطان، یکی رو انتخاب بکنیم. از این طرف اگر کسی عیسی مسیح به حساب باهاش دوست بشه و ادعا بکنه ایمان داره و پادشاهی اون رو انتخاب بکنه، پس باید از اون پیروی بکنه. من نمیتونم بگم که من مسیحی هستم اما زبان من میکشه، فکر من نجاست هست، اندیشه من خرابکار هستش، روابط من زیاد جالب نیست. نمیتونم بگم مسیحی هستم، چون این گونه کردار و این گونه گفتار و این گونه پندارها نشون میده که من فقط شعار میدم، من فقط ادعا میکنم. چون وقتی که ما میگیم که مسیحی هستیم و پیروی نکنیم، طبیعتا اون اهداف و اون سهمی که باید در پادشاهی داشته باشیم رو ما نخواهیم داشت. نه اینکه به ما داده نشده، ما اون رو با دستی پس میزنیم و میگیم نه نمیخوایم. مثلا فرض کنیم که ما میگیم آقا میخوایم بشارت بدیم، از 60 تا اندی نفر فقط چند نفر میاد. وقتی که میخوایم هدایا جمع کنیم، از 60 تا اندی نفر چقدر؟ وقتی که میخوایم پاتلاک بذاریم، از 60 تا اندی نفر چند نفر شرکت میکنن؟ همینطور بگیرید. ما در همه چیز عیسی مسیح شریک هستیم. آمین.
کلام خدا چی میگه؟ در اعمال رسولان فصل 2 میگه ایمانداران وقتی با هم جمع میشدن همه چیز رو پس از پرستش و عبادت روی میز میذاشتن یا روی سفره هاشون میذاشتن. حالا من 2000 سال پیش نمیدونم کجا میذاشتن، ولی بعد یه جایی میذاشتن و با هم شریک میشدن. در مسیح ما شراکت داریم. در مسیح که نه مال منه، مثل بچهای لوس و نونور هستن که میخوان عروسکشون ماشینشو بگیم چی خدا را میده. در مسیح ما اینا رو نداریم. برای همینه که در قرن اولیه کلیسای مسیح یک فقیر هم نداشت. یک فقیر نداشت. چرا؟ چون اصول کتاب مقدس رو درش صحیح بودن. خیلی خیلی مهمه. ما اگر میخوایم در پادشاهی خدا قرار بگیریم، ما اگر میخوایم در انتشار انجیل سلامتی سهم داشته باشیم، اینا خیلی مهمه. مسیحی شدن مثل ازدواجی که امروز هستن توی کوچه‌ها همدیگه رو میبوسن میچسبونن چون بیرونی کار میکنن و عجب. بعدم میگن یکی. این مثل ازدواج الکی امروزه. الکی عشق عاشقی الکی شده، دوربین تلویزیون الکی شده، میکروفون الکی شده، همه چیز ارزش‌های خودش رو از دست داده. چرا؟ چون انسان هر دو رو میخواد. به قول مشهدی هم خر رو میخواد، هم خرما رو میخواد. خر رو برای سرباری، خرما رو برای تقویت وجودش، چون پروتئین زیادی داره و هر دو نمیشه. چون مسیح میگه نور را با تاریکی چه کار است. پس ما باید یک راه رو انتخاب بکنیم و اگر با عیسی مسیح نیستیم، اگر عیسی مسیح و پادشاهی او رو انتخاب نکردیم، پس ما مطیع نیستیم. پس ما وقتی که با خدا اینگونه برخورد داریم و اینگونه زندگی داریم، چگونه میتونیم با همدیگه روابط صحیح و سلامتی داشته باشیم؟ من یادم میاد که این خانم‌ها همسایه ها اون دور هم جمع میشن، چنان خارگفته شدن با اون ترک زبانا، چنان توی هم رفته بودن ولی یه‌ها منفجر میشدن، چنان به جنگ هم میرفتن. چرا؟ چون با معنی و مفاهیمی که به نام دوست، به نام داشتن ارتباط اجتماعی، حالا همسایه، کاری و غیره، ما نه فقط با این مفاهیم نمیخواهیم آشنا بشیم، نمیخوایم مسئولیت اون مفاهیم رو هم ما بپذیریم. ما معمولا میگیم آقا بزنیم و در چریک بازی. این اون ارتباطات بشری هم با خدا هست، هم با خودش هست و متاسفانه کسانی که به نام مسیح برخلاف مسیح عمل دارن، این تخریب میکنه چهره حقیقی عیسی مسیح رو نزد دیگران و این تضعیف میکنه اون پادشاهی و ملکوت عیسی خداوند در اون قدم هایی که برداشته شده. پس ما سهم خودمون رو برای گسترش پادشاهی شیطان انجام میدیم. میدونم کلمات خیلی سنگینه برای بسیاری. آقا ما رو شیطونیم، معمولا ما اینطوری برخورد میکنیم، یعنی بدونی که فکر کنیم خب گوینده سخنران چی میگه سریع به خودم میگیرم. من داشتم از این افرازی هستم بعد از جلسات خیلی مؤدبانه میگم کشید بالی میشد یه دقیقه وقت شما رو بگیرم، گفتم مطمئنا یه دقیقه نیست ولی خب بریم. چی؟ آره شما اینو گفتید، از کجا میدونید من اینطوریم؟ اونم والا بلا به پیر پیغمبری که من اعتقاد ندارم از این حرفا، ما چی میگم؟ کلام خدا گفته میشه. خداوند در کلامش میگه گوینده شما نیستید بلکه روح خداست. پس اگر یک چیزی آمده که نه من اطلاع دارم، فقط خودت اطلاع داری و از زبان من بیرون آمده، پس اون کلام امروز برای شماست از سوی خداوند که یه مقدار روی اون تعمق بکنی، روی اون فکر بکنی. حالا این فرق میکنه. مثلا فرض کنید که آقا بهزاد میگه من قلیون میکشم، نمیشه تفکر، منظور میگم قلیون میکشم بعد من بیام این بالا بگم آره قلیون کشیدم بده. خب این همچین از هدایت روح خدا نیست. ولی آنچه که نمیدونم و از دهان من صادر میشه، روح خدا داره با اون شخص صحبت میکنه. و این که ما راجع به شیطان صحبت میکنیم و کارهای شیطان رو به جا میاریم، این مقدار واقعیت دیگه، این مقدار به زندگی ها نگاه بکن. تک تک ما
خودم هم میگم اول که به شما یه وقت بر نخوره، خودم میگم در روز چند بار دروغ میگم، در روز چند بار کلاه میذارم، در روز چند بار بی انصافی میکنم، بی عدالتی میکنم، بعد اون رو برای خودم توجیه میکنم و به دیگران توضیح میدم و به خیال خودم که خب پس من کارم درسته. نگاه بکنیم به زندگی هامون. آیا واقعاً با این گونه افکار من میتونم اون پیروی عیسی مسیح رو داشته باشم و به عنوان پیرو عیسی مسیح؟ اینجا وقتی ما از پیروی از عیسی مسیح صحبت میکنیم، پیروی از یک انسان صحبت نمیکنیم، بلکه ما پیروی از فرامینی که در شباهت بشری نقش گرفته، فرم گرفته و برای ما آورده شده به عنوان یک کتاب زنده و بعد اون کتاب زنده به رشته تحریر در میاد به زبان بشری، با کلام بشری، اما با هدایت روح القدس تا من امروز بخونم. بله بعضی اعتراض میکنن، بعضی ها میگن آقا این دوگانگی دروغین هست و بعضی ها میگن خود جایگزین های دیگه هم وجود داره. حالا اگه مثلا من مسیح رو قبول ندارم، این به اون معنا نیست که من رد کامل کردم. پس توجیهات همیشه هست برای خود گول زدن و گول زدن دیگران، این که بگم من درستم. ولی باز دیدگاه مسیح چی میگه؟ میگه همه اینها باز اشتباه هست، همه اینها باز خود گول زدن و گول زدن دیگران هست و از دیدگاه عیسی مسیح همش کاملا در اشتباه هست. از دیدگاه عیسی مسیح خداوند اگر با اون نیستیم بر علیه او هستیم. کلامش داره میگه. مثلا من با آرتور بگم آرتور چی بگم چی؟ غذا نخور، اون بخوره. کسی که میخواد پیرو باشه پس میشنوه و عمل میکنه، دیگه دلیل نمیاره. آخه بابا من گرسنه‌ام بود، آخه بابا میدونی من خیلی کار کردم، دنبل زیاد زدم، اونا آماده بالا، بیشتر باید، 2 قاشق باید بیشتر، مامان برنج رو اضافه کنه، 2 تا بادمجون هم بیشتر بندازه. اگر با اون نیستیم پس بر علیه او هستیم و هیچ دوگانگی دروغین هم وجود نداره، چون هیچ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره. سخنان شما، کلام چی میگه؟ بلند بگیم سخنان شما، سخنان شما بلی و نه باشد، چرا که بیش از این، یعنی وقتی تو شروع کنید خودمون رو اثبات بکنید، اینا دیگه از دنیای تاریکی میاد، اینا دیگه از افکار اهریمن میاد، از شرارت میاد. نه به حساب حضرت عباس من دیروز اینجا بودم، شما نبودید؟ نه به علی قسم من اینجا بودم. نه حالا و اونا میگه به پتروس رسول قسم، به مریم بودم. هرچی بیشتر داریم زور میزنیم، بیشتر قایق دور خودش میچرخه، بعد سرگیجه میگیریم. این اون صوفیای تو ترکیه اونقدر میگردن اون بلقد میگن دنیا چیزی خودم طرف چرخش داره، برعکس درست. جایگزینی وجود نداره عزیزان. یا رومی روم، کلام خدا میگه یا رومی روم باش یا زنگی زن. و به همین دلیل هست که عیسی مسیح در یوحنا 15:6 میگه اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود. اگر در من نمانید. باز عیسی مسیح داره ما را تشویق میکنه به بازگشت، اما نه بازگشتی که فقط بگیم عیسی جان ما اومدیم خدا رو شکر دیدن تو بسیار خوشحالیم، ولی آمدن چرا آمدنه؟ آمدی ولی اعمالت همون لباسهای کهنه است. کلام خدا میگه آمدن ما زمانی آمدن هست که کلام خدا چی میگه؟ میگه چیزهای کهنه درگذشت، فکر کهنه، زبان کهنه و قلب کهنه، کارهای کهنه اگر هنوز در من هست. بخش دوم آیه چی هست؟ همه چیز تازه گشته است. آیا همه چیز واقعا تازه گشته؟ میگم من این آدم شلوغی بودم،
و وقتی که این نوار زندگی قبلمو میذارم توی VCR و میشینم نگاه میکنم، هم خندم میگیره، هم خجالت میکشم، هم میگم با خودم عقل این کارا رو کردم. چند نفر این کار رو با خودش انجام داده زندگیش؟ 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 6 نفر. با هم موافقین دیگه نه؟ هم خجالت میکشیم، هم میگیم بابا عجب جونه نری بودم این گلو راست دیوار میداد بالا. و بعدم خجالت میکشیم که چجوری آخه من کارو کردم، با کدوم عقل این کارو کردم. اون موقع نمیدونستم. اون موقع افتخار میبرم چه زرنگ بودم. رفتم تو مغازه یارو یه مش برداشتم، گفتم آقا یه دونه بردار پسته رو امتحان کن که دوستاشو بر، نه که یه مش بردار بیست تو جیبت بعد بشکن و بنداز برو. ولی خب اونطوری فکر میکردم، چون اونطوری بزرگ شد. حالا لزوما نیست که خانواده ما رو بزرگ کرده. بالاخره انسان وقتی که جوان بزرگ میشه میره بخش اعظمش توی زندگی بیرونشه، با دوستاش هست. نه دیگه مدلش فقط پدر و مادر نیست، مدلش دوستا هست، خاله هست، عمه هست، پسرعمو هست و آدمای بعدی که بالاخره جست و گریخته دور ما میاد. اگر کسی در من نماند و ما وقتی در مسیح بمونیم و امروز خودمون رو در قیاس با گذشته خودمون بذاریم، واقعا میتونیم بگیم چقدر ما پیشرفت کردیم، چقدر رشد کردیم. چرا خجالت میکشیم وقتی به گذشته نگاه میکنیم؟ چون این کلام قلب منو لمس کرده، چون این کلام فانوس راههای تاریک من شده و اون راهها رو برای من روشن کرده، چون این کلام روح من رو سلامتی بخشید و شفا داد از اون روحی که در اسارت بود. اکنون چی هم؟ سود خوندیم، بلند بخونیم. اکنون آزادم. آمین. الان ما آزادیم. آمین. خیلی شد فرمودید. آمین. آمین. چرا الان آزادیم؟ چون اسیر اون عادات گذشته نیستیم. به قوت خون عیسی مسیح بر روی صلیب. چون خداوند خودشو بر من نمایان کرد، خداوند خودشو بر من آشکار کرد و تازه فهمیدم این خدایی که با اون خدایی که میگن الله هست و نمیدونم استغفرالله نگو، اون جام رو گاز بگید و خودمون رو میخواستیم بخوریم، گوشمون از گوش خودمون خوشمون نمیاد، میگم که میپاشیدیم. ولی خب تازه فهمیدیم خدا چقدر مهربان است، خدا چقدر خدای بخشنده هست، خدا چقدر خدای شادی هست. در حضورش دست میزنیم، شادی میکنیم. باور کن من اونجا انگار میگم تو سونارش تمام وجودم عرق کرده بود. وقتی روح خدا میریزه دیگه مهم نیست که این کروات این برابر رفت اونطوری شد. روح خدا تو را از باران آسمانی خیس میکنه و این باران شوق هست. اگر نمیخوان در کنار شیطان باشیم، اگر آنچه که مستلزممون هست نمیخوان انجام بدیم، پس تنها ما یک گزینه داریم و اون گزینه پیروی از عیسی مسیح هست. ما بین تاریکی و نور باید یکی رو انتخاب بکنیم و مسیح واضحا در یوحنا فصل 14 آیه 15 میفرماید اگر مرا دوست دارید، با هم دیگه میخونیم اگر مرا دوست دارید. پس حالا این شما هستید که بشینید این علامت سوال رو جلوی خودت بذارید. آیا من عیسی مسیح رو دوست دارم یا خیر؟ این سوالی است که باید بکنیم. همین جان آیا شما همسر خود رو دوست دارید؟ نازی میگه که با قاطعیت نگفتی، میترسی. همین جان شما همسر رو دوست دارید؟ ببین مثل زمان عروسیش بردتون سریع بود، فکرم نکرد. آیا مسیح رو دوست داری؟ انشالله مطالعه بکنم. ولی وقتی دعوت میشیم به یک رستوران که رقص مستهجن، اون بخش رقص عربی رو چرا جماعت دوست دارن، وقتی دعوتشون با کله میریم مطالعه نمیکنیم. خب آقا میشه شما موسیقی زنده دارین؟ بله. خب چه نوع موسیقیه؟ سوال نمیکنیم. ولی وقتی با حضور خدا میاد تازه میشه متمدن و دانشمند، میخوام مطالعه کنیم. تو عمرش 500 تا سفر نخونده، یهو میخوام 500 تا سفر رو بخونه.
انشالله به امید خدا من مطالعه کنم. چرا اونجا که میری مطالعه نمی کنی؟ مزه داره دیگه. اینجا نه مزه نداره، کسل آوره. حالا بچه ها بعضی از اینجا میخوابن، نشکار نه بچه هستن بعضی چیزا متوجه میشن، ولی ما بزرگا چرا میخوابیم؟ چون هیجان توش نیست. حادثه آقای بانی این نموداران بالا پایین میره، مثل زمین لرزه هست، نمودار میره بالا پایین، داغ و هوا میکشه، ما رو بیدار نگه میداره. ولی قلباً آیا خوابیدن؟ اگر مرا دوست دارید بگیم اول یوحنا 5:3 زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست. احکام او گران نیست یعنی چی؟ سنگین نیست. ما شبنده روز داریم برای دنیا میدویم، برای خودمون کی باید بدویم؟ چند نفر اینجا برای خودش میدوه؟ واقعا واقعیتا خوشحال نیست باید زندگی نشه بردارم من بچه شما علیزا همه ما داریم برای دنیا میدویم. اجاره خونه بده، قسط ماشین بده، بنزینشو بده، استهلاکشو بده، بعد نان بیار خونه، همش داره برای دنیا میدویم. کی برای خودم وقت دارم که در آرامش حقیقی بشینم؟ حتی وقتی به حضور خدا میرم به دعا بشینم تون ای خدا من الان وقت ندارم، ببخشید معذرت میخوام، دوست دارم عاشق بدم یه بشکم من میذارم سودا میکنم میدونم دوباره دنیا باز که کارم میتونم انجام بدم. برای خدا هم وقت ندارم. وقتی برای خودم وقت ندارم آیا برای خدا وقت خواهم داشت؟ وقتی من در آرامی زندگی نمیکنم آیا برای در آرامیش میشینم به حضور پرجلال خدا اعتراف نیکو میکنم؟ سوره دیگه خوندیم، اون سوره چی بود؟ بر من ترحم فرمانه. محبت خدا میگه احکام من است. خدا این فرامین رو به ما نداد که اینو تو تاقچه مغزم، تو تاقچه قلبم بذارم و خون و رگ و پی از اونها بهره من بشه اما من نه. خداوند اینو داد که این یک جاده‌ای باشه به نام جاده خوشبختی و سعادت، یک جاده‌ای باشه به نام آرامی و تسلی، یک جاده باشه به نام شادی حقیقی، شادی که همیشه ادامه دار باشه. چند نفر حقیقتا اونه که نمیخوان پاسخ بدن اشکال نداره، من اونه که میخوان پاسخ بدن. چند نفر واقعا روزهای شنبه که میایید اینجا در پرستش هستی، در نیایش هستی، در شدت کلام هستی، چه چیزی رو دریافت میکنید؟ حکمت، wisdom دیگه اعلام جا شما آرامش دیگه آرامش. پس همه آرامش. آمین. بعد که میرین خونه اینو دارید؟ واقعیتا چقدر دارید؟ برای مدتی. آفرین جان؟ مثل شما رو ده چون میزنی آره؟ شارژ میزنی گردن سنگین سرم. خب پس برای مدتی همه ما موافقیم دیگه، برای مدت ما آره هنوز مونده. ولی بعد چی؟ بعد میگیم وای حساب بانکی $48. الو آقا بارانی بعد ازم ببخشید ندارم رئیس میشه امروز من بیشتر دو سال بیشتر کار کنم. ما درگیر زندگی و درگیر دنیا هستیم. چرا؟ چون با این غریبه هستیم، چون به این ایمان نداریم، چون بر این توکل نداریم. ما یک از موضوعاتی که امروز صبح عزیزان شرکت کردن چقدر واقعا به نظر من برای من پربرکت و بدر نمیدونم، توکل بر خدا. توکل انسان بر خدا نیست، توکل انسان بر انسان هست و این انسان رو دوچار درد سر کرده، دوچار مصائب کرده. یوحنا فصل 14 آیه 23 تا 24 عیسی در جواب او گفت اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت و آن که مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمی‌کند و کلامی که میشنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد.
عیسی مسیح بدون تعارف صحبت میکنه و ملاحظه این نمیکنه که حالا به من بر بخوره نخوره، من آزرده بشم نشم، خوشم بیاد نیاد، انقلاب بکنم، به پا خیزم، سرنگونی، اینا. عیسی مسیح از یک حقیقت صحبت میکنه که ما انسان ها معمولا خودمون رو گول میزنیم، میگیم عزیزم قربونت برم، ولی واقعیت نداره. اینا فقط تعارفات هست، تعارفات شیک و شیرین. پس اگر کسی حقیقتا عیسی مسیح خداوند زنده قادر مطلق رو دوست داشته باشه، اون میتونه تمامی اون تعالیم، تمامی اون چیزی که خداوند بخشیده نگه بداره و نه اینکه فقط اونها رو صرفاً حفظ بکنه که بعد بشه سنت. الان کلیساها متاسفانه درگیر سنت ها هستن، درگیر مراسم ها هستن، درگیر اینه که به زودی تموم بکنیم بدو بریم خونه هامون، در صورتی که ما در حضور خدا مییم، باید در روح خدا آزاد باشیم. در حضور خدا میام که روزانه ها بیفتم در اعتراف نیکو در نزد او بالا ببرم، در حضور او میام که اونو پرستش بکنم، نمیام سنت انجام بدم. ما یه مهمونی داریم که خیلی با شخص صمیمی هستیم و میریم اونجا ساعتها لذت میبریم از حضور هم دیگه. یک مهمونی داریم که خیلی کلاسه شده و اتو کشیده شده، میریم اونجا لحظه رو باشیم و بعد بیام بیرون، چون که فقط دعوت شده یا دعوت کردیم. خداوند ما رو به اون شکل از مهمانی خودش دعوت نکرده، خداوند ما رو طور دیگه دعوت کرده. نزد من آیید ای گرانباران و ای زحمت کشان، من شما را آرامی خواهم بخشید. خدا میدونه احتیاج من و شما چیست. انسان آرام نیست، برای همینه که مسیح ما را به آرامی خودش دعوت میکنه. در دنیا آرامی نیست، برای همینه که مسیح میگه آرامی که من به شما میدم دنیا به تو نمیده، دنیا به ما نمیده. پس دوست شنونده، دوست بیننده، خداوند به قلب‌های مشتاق و مطیع خیلی نزدیکه. اینو قبول بفرمایید. کمی با خدا دوستی بکنیم، کمی با خدا عشق ورزی بکنیم، مهر ورزی بکنیم. اون خدایی که برای ما ساختن که خم و راست بشیم، بشین و برخاست باشه و ادبیات گفتاریمون رو در اون بشقاب‌ها که میخوایم تقدیم خداوند بکنیم، میگه خدا میگه همینا رو بریز، راحت باش در حضور من. به لهجه شیرازی صحبت کن، به لهجه ترکی صحبت بکن، به لهجه مشهدی صحبت بکن. خجالت نکش که میرم تهران وقتی درو میزنم میگن کیه، بگم مویوم، بعد آبون برم، باید بگم منم. در حضور خدا وقتی وارد میشی راحت باش. حضور خدا نه سنت نه مراسم، بارها گفتیم لااقل در این کلیسا که سعی کردیم 34 سال اون رو حفظ بکنیم، میخوایم راحت باشیم داریم و میخوایم راحت هم صحبت بکنیم از کلام خدا بدون هیچ ملاحظه. در طول این 35 سال در کلیساهای گوناگونی که من رفتم که یاد بگیرم، بیشتر حقایق رو موعظه نمی کنن، چون میترسن که اعضای کلیساشون رو از دست بدن. و یک خادم باید تمامیت این کلام رو موعظه کنه. چند نفر بچه فرزند دارن اینجا؟ خدا رو شکر. اونایی که ندارن بالاخره با امید خدا، اگر رضای خدا بود دوست داشتید که این مقدار اعصابتون خورد بشه بعداً تقدیم میشه. چند نفر از ما بچه‌هامون فقط همه چیزهای خوب تحویل میدیم. عزیزم قربونت برم، اشکال نداره. چند نفر واقعا اینطوری هستن؟ ویژن جان تابلوی احتیاط رو در عین حال با تابلوی ایرو به طرف سمت راست اشاره میکنه و این غلطه. بچه هم باید گوششو بگیری که دردش رو با درد آشنا بشه، هم باید نازش بکنی که با مهربانی آشنا باشه. فقط ناز کردن میشه بچه نونو، بچه ننه، بچه بابا. حالا کدوم کیش بیشتر نمیدونم. یه پس کردین آخ چی میچسبه، بیدارش میکنه، ها بیداری میاره. الاجا بخنده.
آرتور که اصلا سرش بود پایین. آرتور پشت قایم شده و پس کردنی کنه قرمز میشه باید چه لذت ما میگم مثل گلاب چی ده گلاسه. پس ما نیاز داریم تمام این رو موعظه کنیم. همش راجع به عشق نیست، بلکه درون عشق رو هم واسه ما باز کرده. پدر من اگر عاشق من نبود میگفت بذار جهنم بره، همون فوتبالش بازی کنه، بذار درسشو نخونه. امروز کجا بودن؟ یه لیوان تیم بورتون سر چهارراه. ولی گوش منو گرفت، از وسط میدان فوتبال جلوی دوستان آورد. بعد اون زمان عصبانی بود چه پدر انشالله بره به عمان برنگرده. البته رفت عمان ولی برگشت خدا شد. بعضی وقتا عشق یک مفهوم دیگه هم داره، گفتن حقیقت. عشق همیشه بوسه نیست، بعضی وقتا گاز گرفتن هم هست. پس به دنبال اون تصوراتی نباشیم که عیسی مسیح عشق است. عیسی مسیح کسی بود که به کاتبان قوم یهود، به فریسیان، به صدوقیان با سخن بسیار سخت صحبت میکرد. دهان ایشان مانند قبور سفید شده می باشد. شنیدید این رو؟ در کلام هست. این همون عیسی محبته. آقا با نیوی بخش ما امشب عرصه میشه 2 تا قابلات رو ما بدیم ما امشب استفاده کنیم. نه بالا ما مهمون داریم. پس محبت مسیح چی شد؟ ما اینطوری داریم این کلام رو ازش استفاده میکنیم. در محبت عدالت هم هست، در محبت انصاف هم هست، در محبت فهمیدن و درک کردن دیگران هم هست. حالا چون آقای بارانی قابلمه رو با بیجن نداده که عروسیش انجام بشه، آدم بعد این محبت نداره، این پیرو مسیح نیست. نه، ما اینطوری نگاه نمی‌کنیم و قضایا رو قاطی نمی‌کنیم، چون محبت اصلا همچین معنایی نداره. پس اگر می‌خوایم بگیم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من، خدای شفا دهنده من، خدایی که سرور سلامتی هستی، همون صحبتی که داوود نبی در اینجا میکنه. اگر به کتاب مقدسا نگاه بکنید، میگه خداوندا به پادشاه پیروزی عطا کن و وقتی تو را میطلبیم ما را اجابت فرما. وقتی تو را میطلبیم ما را اجابت فرما. و خداوند کسانی را اجابت میفرماید که پیرو اون هستند، گوش به فرامین او نه فقط بستن، بلکه فرامین او رو تو زندگیشون به عمل میارن. پس بیایم امروز خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم آیا فرامین خداوند عیسی مسیح رو با تمامی اون چه که داریم، لزوما این نیست که ما باید میلیاردر باشیم، از لحاظ تحصیلات دکترا داشته باشیم، از لحاظ پوشش بهترین ها رو داشته باشیم. نه، اصلا مثلا با آنچه که داری، یه زیرو زیرت هست، یه نان و ماست اسفناج به دهنم افتاد توی کردستان، خودم چقدر خوشمزه بود. داری شادی کن. فکر نکن که حتما باید دارا بشی تا شاد باشی. اتفاقا اونا که دارا هستن شاد نیستن. من با چندین نفرشون دوستی دارم، شاد نیستن. یه پسرش که ولگرد در آمده، اون یکی دیگه دخترباز رو به مسائل جنسی کشیده شده و مریضی آنچنانی گرفته که با قرص الان فقط زنده است. خودشون یه سکته میکنه که امروز استاد رفت بالا، بشکم میزنه لسگی، میاد پایین بندری میرسن لحاظ قلبی. فکر نکنه که دارا بودن باعث خوشبختی است. فکر نکن که دارا بودن در هر مسئله از زندگی برای ما شادی میده. یکی از مسائلی که من همیشه زمستونا انجام میدم و عزیزان رو دعوت میکنم، چرا؟ چون میخوام یاد بگیریم که میتونیم با اون چی که داریم شاد باشیم، خوشبخت باشیم، سعادتمند باشیم، به شرط اینکه یاد گرفته باشیم خداوند رو برای اون چی که به ما داده شکرگزار باشیم، سپاسگزار باشیم. خدا رو شکر کن برای همسر خوبی که داری آقا یا خانم، خدا رو شکر کن برای فرزندی که داری، خدا رو شکر کن برای اون چی که تو زندگی در حال حاضر داری و بعداً خداوند اون چرا که مهیا کرده به تو خواهد داد. شکرگزارش باش. اون موقع ببینید چقدر احساس قشنگی داری و این با اون انرژی مثبتی که تو سر ماها انداختن
خیلی متفاوته. انرژی مثبت اینا یک دروغ فلسفی هست که حالا جای سخن فعلا برای اون نداریم. اینا رو بریزیم دور، با این افکار زندگی نکنیم. چون اگه درگیر این افکار بشیم هیچ موقع انسان راحتی نخواهیم بود. یه جا میریم برق ولتاژش بالاست، ما رو میگیره میکشه، یه جا میریم پایین، ما رو میکشیم. اینا رو بریزیم دور. میخوای شاد باشی، مسیح میگه بیا پیش من. میخوای سعادتمند باشی، مسیح میگه اون چرا که میگم به حرف گوش کن. پس خودتو تفتیش بکن عزیز. ببین که فرامین خدا رو آیا به جا میاری؟ تا چه اندازه به جا میاری؟ و با چه روحی به جا میاری؟ و یا با بهانه‌های گوناگون سعی در راضی کردن خودت و توجیه کردن به دیگران که بگی من خداوند رو دوست دارم. نگاه و کلام خداوند مشخص و روشن است و هیچ بهانه و توجیه در نظر خداوند پذیرفته نیست، بلکه شایسته او هم نخواهد بود. پس دو چیز هست، نه پذیرفته‌اش هست و نه شایسته‌اش هست. خداوند از ما چی میخواد؟ از ما اطاعت. بله دیگه. فرامینش رو به جا بیاریم. بله دیگه. هر کاری که انجام میدیم برای جلال خدا. آمین. پس همه اینها رو بیایم در به صورت کلی در 3 بخش 3 تا نقطه جمع بکنیم. دوست داشتن مهربانی، نه دوست داشتن بد آمدن از دیگری به خاطر مسائل. 1. در همه امور زندگیمون عادل باشیم، انصاف داشته باشیم، خودبین و خودخواه نباشیم. فقط خودمو نبینم و بعد بر اساس اون خودبینی نتیجه بگیرم که دیگری بد هست یا خوب هست. و 3 که اشاره فرمودید، اطاعت بکنیم از خداوند عیسی مسیح. ولی چگونه؟ فروتنانه و با او زندگی بکنیم. با هم بیستیم و با این آیه سخن را ببندیم و بریم وارد پرستش بشیم. اول قرنتیان فصل 10 آیه 31. خداوند از زبان پولس رسول می‌فرماید پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چی کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. آمین. پس من آروم میگم و شما تکرار بکنید با هم دیگه. پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چی کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. آمین. بریم خداوند رو با هم پرستش